بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب سجود التلاوة، باب سجدي تلاوات. سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح. اولا آغاز میکند این باب را با بیان کردن سببی ادا کردن این عمل یا حکم این عمل از چی سبب باید اجرا کرده شود. سببش تلاوت کردنی آیتی تلاوت می باشد بر ذمه یا بر بالای تالی یعنی شخصی که تلاوت کننده هست، بر شانه تلاوت کننده و گوش کننده یا شنونده طبق قول صحیح، یعنی کسی که تلاوت کند یا اینکه شنود آیت تلاوت را باید که سجده تلاوت را ادا کند و ادا کردنش واجب هست. چطوری که در اینجا امام میگوید و هو واجب علی التراخی ان لم یکن فی الصلاة، حکمش واجب هست و واجبی که بر تراخی یعنی به تأخیر داده شده یا به تأخیر دادن واجب هست. این چی معنی دارد؟ یعنی که علی الفور یکی را گفته می شود واجب بودن علی الفور، به طور فوری، به طور حتمی و به طور عجله یک حکم چی شود واجب شود. و دویم رو میگویند علی التراخی، به طور تأخیر، یعنی با طور مهلت داشتن یا چیز واجب شود. اجرا کردن سجده تلاوت به طور مهلت داده شده یا تراخی واجب هست، یعنی که بر ذمه انسان واجب نیست که فوراً ادا کند. میتواند که مثلا یک ساعت بعد، یک چند ساعت بعد، یک روز بعد یا بعد از انجام دادن یا پورا کردن یک مشغولیتی که در آن است بعداً اجرا کند. تأخیر داده شده است، یعنی مهلت دارد، وقت دارد برای ادا کردن این واجب. اگر در نماز نباشد ان لم یکن فی الصلاة، این دیگر قید هست، دیگر شرط هست. یعنی که چی معنا دارد؟ اگر در نماز باشد، اگر در نماز قرائت کرده شود، تلاوت کرده شود، باید که یعنی واجب هست یا حتی فرض گفته می شود، رکن نماز حساب می شود، باید همچون فور، به طور فوری باید ادا کرده شود، فوراً باید پورا کرده شود، ادا کرده شود. خب که حکمش در صحیفه های بعدی می آید. و کره تأخیره تنزیها، و عموما آیت هایی که بیرون از نماز خواند، آیت های تلاوتی که بیرون از نماز خوانده می شوند، آنها را تأخیر دادن مکروهی تنزیهی حساب می شود، ناپسندیده هست به طور سبک تنزیه. خب تا اینجا ما حکمش رو گرفتیم و سببش رو گرفتیم. حکمی سجده تلاوه واجب علی التراخی هست و سببش تلاوت کردن یا اینکه شنیدن آیتی تلاوت می باشد. اگر در نماز باشد واجب علی الفور می باشد و تأخیر دادنش به یگان خیل عذر و غیره بیرون از نماز مکروهی تنزیهی هست. و یجب علی من تلا آیتا ولو بالفارسیه، و این واجب هست بالای کسی که آیت را تلاوت می کند حتی با زبان فارسی هم باشد، یعنی با زبان فارسی باشد یا یک زبان دیگر باشد، در وقت تلاوت کردنش، خواندنش باز هم سجده تلاوه واجب می گردد. اما برای شنونده، چون که در اینجا فورا نمی آورد، من خودم واضح می کنم، برای شنونده تنها در آن وقت واجب می شود اگر به یک زبان دیگر باشد، وقتی که آیت رو درک کند، فهمد معنایش رو. اگر معنایش رو فهمد در آن وقت بعد برایش سجده کردن واجب می گردد. و قراءة حرف السجدة مع كلمة قبله او بعده من آیتها كالآیة في الصحیح، و حتی قرائت کردن یک حرف کلمه سجده، یعنی آیت های سجده عموما کلمه سجده رو می داشته باشن، واسجدو یا واسجد، یسجدون و غیره. حتی یک حرفی کلمه سجده رو قرائت کردن یا کلمه سجده رو قرائت کردن با یک کلمه پیش از او یا بعد از او از جمعی همان آیت حساب می شود، همچون پورا آیت حساب می شود طبق قول صحیح. اکنون در اینجا می گوید که این در کدام سوره ها و در کدام آیت ها، سوره ها رو می گوید، من برای شما خودم رقم آیت ها رو پیش می کنم، اما در کدام سوره ها هست می گوید که و آیتها 14 آیتا، آیت های سجده 14 تا می باشند. و
و این در این سوره ها هست. فی الاعراف، سوره اعراف آیتی 206، رعد، سوره الرعد آیتی 15، همین خیل سوره نحل آیتی 49 تا 50، سوره اسراء آیتی 107 تا 109، سوره مریم آیتی 58، سوره حج در اینجا میگوید و اول الحج، یعنی اولین آیتی سجده حج نه دویمش که آیتی 18 حساب می شود. سوره فرقان آیتی 60، سوره نمل آیتی 25 تا 26، سوره سجده آیتی 15، سوره صاد 24 تا 25، سوره فصلت یا اینکه سوره حمیم سجده گفته می شود آیتی 37 تا 38، سوره نجم 59 تا 62، سوره انشقت یا انشقاق 20 تا 21، سوره اقرا یا علق آیتی 19. در این 14 مکان اینها مکان‌های آیت‌های سجده تلاوت یا آیت‌های تلاوت حساب می‌شوند. اکنون از اینجا بعضی احکام‌ها را بیان می‌کند. میگوید که و یجب السجود على من سمع و ان لم یقصد السماع، تا اینجا، و واجب هست سجده کردن بر شخصی که شنیده باشد یا شنود آیت را و ان لم یقصد السماع، حتی اگر قصد گوش کردن یا شنیدن را نداشته بود و کار خود بود، اما شخصی در نزدش یک سوره را یا یک صحیفه از قرآن را قرائت میکند، تلاوت میکند و چی میشود؟ در مابین آیت سجده می آید. این شخصی که در پهلوش نشسته بود قصد شنیدن قرآن یا اینکه آیتی سجده را نداشت اما شنید، حتی اگر متوجه هم نبود اما با گوشهایش چون که میرسد صدای تلاوت برایش سجده کردن واجب هست. الا الحائض و النفساء، با استثنای دو گروه مردم. یکم گروه حائض و نفسا می باشند. زن حائض و نفسا برای آنها سجده تلاوت را کردن یا در همان لحظه یا بعد از آن، بعد از تازه شدن یا بعد از دوباره به حالت یعنی پاکی برگشتن برایشان واجب نیست، چون که مخاطب این آیت ها نیستند، در حالت ناپاکی هستند و برای سجده کردن و برای سجده تلاوت را ادا کردن طهارت و پاک بودن از حدث شرط هست. و دویم گروه نفرها والامام والمقتدی به بالسماع من مقتدین، امام و مقتدی می باشد. امام و مقتدی یعنی امام و مقتدی که در جماعت خود نماز گذرانده ایستادند، بر آنها نیز سجده تلاوتی که بیرون از جماعت خود میشنوند یا در جماعت خود از مقتدی میشنوند واجب نیست. فهمیدید؟ من دو چیز را استثناء کردم. امام و مقتدی بر آنها شرط نیست، واجب نیست که سجده تلاوت را ادا کنند یا سجده تلاوت کنند اگر آنها شنوند از مقتدی جماعت. بالسماع من مقتدین، اگر از یک مقتدیانی همون جماعت شنوند. مثلا از پس امام در فرض کنیم که در نماز خاموش، در نماز سری یک مقتدی بلند یک آیتی تلاوت را اگر قرائت کند، اگر خواند، بر همون جماعت واجب نمی گردد که به سجده تلاوت روند، چون که این مقتدی بود که این آیت را خواند. ولو سمعوها من غیره، اما اگر تمام آنها شنوند آیتی سجده را از یک نفری که بیرون از جماعت آنها باشد، از شخصی که بیرون از جماعت آنها باشد، در یک جماعت دیگر یا بیرون از جماعت آنها همین حال قرآن خوانده باشد، سجدوا بعد الصلاة، بعد از نماز سجده خواهند کرد یا باید که بعد از نماز سجده کنند و طوری منفرد. ولو سجدوا فیها لم تجزهم، اگر با شنیدن آیتی سجده بیرون از جماعت آنها
اگر آنها در جماعت در درون نماز خود اگر سجده کنند فیها یعنی فی الصلاتی برای آنها تجزیهم برای آنها کفایه نمی کند. اجزاءهم تجزیهم یعنی کفایه شدن، پورا کردن، برای آنها کفایه نمی کند. ولم تفسد صلاتهم فی ظاهر الروایه، اما نماز آنها فساد نمی شود، فاسد نمی شود، نماز آنها فاسد نمی شود بر اساس ظاهری روایه. خب پس خلاصه این قسمت چی شد؟ خلاصه این قسمت این شد که شخصی شنونده و قرائت کننده، تلاوت کننده، هر دویشون باید سجده کنند. شخصی شنونده اگر حتی قصد شنیدن رو هم نداشت باید سجده کند. و دو گروه استثناء می شوند. یکم گروه حائض و نفسا می باشند، نه اداءً و نه قضاءً بر آنها واجب است. و امام و مقتدی وقتی که از در درون جماعت آنها یکی از مقتدیان اگر سجده تلاوت را، آیتی سجده را اگر تلاوت کند، بر آن جماعت سجده کردن واجب نمی گردد، تنها با قرائت کردن خود امام واجب می گردد. اما اگر این امام و مقتدیان اگر از بیرون از جماعت خود یا بیرون از نماز خود از یک نفر بیرونی اگر سجده را شنیدن، پس آنها به طور منفرد به طور تنها می توانند که سجده کنند یا باید که سجده کنند بیرون از نماز خود، بیرون از جماعت خود. اگر در درون این نماز خود سجده کنند بر آیتی که بیرون از نماز شنیده بودند کفایه نمی کند، اما نماز آنها را باطل نمی سازد. خب دیدید، اولا من ترجمه کردم و بعدا از فکر خودم برای شما خلاصه را بیان کردم. خب این نشان می‌دهد که من عباره را و این متن را خوب درک کردم و خودم به لفظ‌های خودم فهمانده می‌توانم. برای همین شما بعضی وقت ترجمه می‌کنید یا درس را تکرار می‌کنید، اگر من از شما پرسم که این را به لفظ‌های خود بفهمانید، بعضی‌های شما مشکلات می‌داشته باشین که این اشاره می‌کند که به متن یا به ترجمه کردن نمی‌فهمید که در اینجا چی حادثه شده است یا اینکه چی مسئله پیش می‌رود. خوب مسئله را بفهمید، درک کنید تا اینکه به زبان خود یا اینکه به یک زبان دیگر فهمانده توانید. و تجب بسماع الفارسیة ان فهمها على المعتمد، و میگوید که واجب هست با شنیدن آیت با زبان فارسی اگر بفهمد، على المعتمد یعنی طبق قولی اعتبار شده یا اعتماد شده. على المعتمد، على الظاهر، همه این کلمه ها را من برای شما در اول گفته بودم که این گونه عباره ها استفاده می شود برای اشاره کردن که در این مسئله بر همین فتوا ما اعتبار میکنیم یا بر همین فتوا داده می شود، بر همین قول فتوا داده می شود. برای همین اونقدر مهم نیست که على المعتمد، على الاوجه، على این گفته می شود. اینها را همین خط ترجمه کنید، باقی ندارد. یعنی که من این رو گفتم کسی که با یک زبان دیگر اگر آیتی تلاوت را شنود، آیتی سجده را شنود و بفهمد، این فهمها با فهمیدنش وابسته است. اگر با عربی نباشد، با یک زبان دیگر باشد و نفهمد، برایش سجده کردن واجب نیست. اما با زبان عربی نباشد، با یک زبان دیگر باشد و ترجمهش را درک کند، برایش سجده کردن واجب می‌گردد. اکنون میگوید واختلف التصحیح فی وجوبها بالسماع من نائم و مجنون، و اختلاف هست در تصحیح قولی که در مورد واجب بودن سجده هست با شنیدن آیت سجده از شخص خوابیده یا شخص مجنون. یعنی که در عباره های علما اختلاف هست. بعضی هایش میگویند که اگر شخص خوابیده یا مجنون آیت سجده را قرائت کند باید که سجده کرده شود. بعضی دیگر علما میگویند که نه، سجده کردن واجب نمیگردد چون که آنها یعنی مکلف نیستند و صاحب تکلیف نیستند، عاقل و بالغ حساب نمیشوند در همان لحظه. با اختیار خود، با اختیار سلیم خود و با اختیاری یعنی درست و اصلی خود قرائت نکردن. شخص خوابیده شاید در خوابش گپ زده ایستاده است و شخص مجنون البته که از عقل بیرون هست، پس از آنها به ما تکلیف داده نمی شود، یعنی به ما مکلف ساخته نمی شود. اما به طور احتیاط بهتر است که چون که هر دوی قول موجود هست، به طور احتیاط بهتر است که سجده کرده شود. میگوید اما در این اختلاف نیست. ولا تجب، واجب نیست سجده کردن اگر کسی شنود بسماعها با شنیدن آن از پرنده یا از
صدا، از صدای بازگشته. طایر پرنده را گفته می شود، مخصوصا توتی ها، پرت ها، نمیدانم شما دیگر چی میگویید، اما همین بعضی کلمه ها استفاده می شود. بعضی پرنده ها میدانید تا یک اندازه گپ زدن می توانند یا گپ زدن را آموخته می توانند. یا یک نوعی پرنده ها هست که پرت گفته می شود و آنها بعضی وقت دو سه کلمه را گفته می توانند. پس اگر پرنده مثلا دو سه کلمه آیت سجده را گوید، میگوید که در اینجا سجده کردن واجب نیست. و این چنین صدا، چیزی که به فارسی صدا گفته می شود، یعنی آواز، یعنی آواز بازگشت رو گفته می شود، اکو رو گفته می شود. اگر تنها شخص صدای بازگشت رو شنود اما صدای خودی تلاوت کننده رو نشنود، برایش سجده کردن برای آیت سجده واجب نیست. مثلا در کوه یا در یک حجره خالی آواز بر میگردد، اکو دارد، فهمیدید؟ همین رو در نظر دارد. یعنی تنها با شنیدن صدای بازگشت و برگشت سجده کردن واجب نیست. بعدا میگوید و تؤدى بركوع و سجود في الصلاة غیر رکوع الصلاة و سجودها. خب از این قسمت در موردی چگونه ادا کردن سجده تلاوت گپ میزند، میفهماند. یعنی که آیا در اول میگوید که در قدم اول، در جای اول یک سجده یا یک رکوع اضافه کردن برای ادا کردن سجده تلاوت لازم هست یا مناسب هست. بهتر است که یک سجده یا رکوع اضافه کرده شود. و اگر این احکام رو نفهمه در این قسمت که چگونه باید ادا کرده شود، اگر این دو اختلاف رو یا دو نوع رو نفهمید که با رکوع و سجده اضافه یا اینکه رکوع و سجده نمازی، اگر فرقیت رو نفهمید، در هر دوی حالت ها اگر یک رکوع و سجده اضافه اگر اجرا کنید، برای هر دوی مسئله ها یا برای هر دوی نوع ها کفایه میکند. فهمیدید؟ چون که این اصل هست. یعنی در جای اصل، در مرحله اول یک سجده یا رکوع اضافه تقدیم دادن یا ادا کردن، چی در نماز باشد و البته بیرون از نماز، این کفایه میکند و این پوره میکند این حکم را. اما اگر آیت سجده در آخر سوره بیاید و بعد از آن، یعنی اونقدر آیت های زیادی نباشد، بعضی میگویند که از 2 آیت زیادتر نباشد، بعضی میگویند از 3 آیت زیادتر نباشد، یعنی همین خیلی میتوانیم بگوییم که از 2-3 آیت زیادتر نباشد، یعنی تنها 1, 2 یا 3 آیت بعد از آیت سجده اگر بیاید، کفایه میکند همان رکوعی که در خود نماز هست یا اینکه همان سجده‌ای که در خود نماز هست. فهمیدید؟ و این حکمی هست که تنها مخصوص نماز هست. یعنی که در اینجا با 2 نوع ادا کرده می شود. این گپ رو خوب بفهمید. یک نوعش این است که در نماز یک سجده یا رکوع اضافه و علاوه از ارکان نماز، از حرکت های نماز علاوه کرده می شود، ادا کرده می شود برای پورا کردن حکمی خواندن، قرائت کردن آیت سجده. یا اینکه اگر آیت سجده در آخر سوره بیاید، شرط نیست که انسان یک رکوع یا یک سجده دیگر را ادا کند و بعداً دوباره خیزد و دوباره به رکوع سجده رود، بلکه همان رکوع و سجده که می آید کفایه می کند. اما بعضی شرط ها در اینجا باید پورا کرده شود. امیدوارم که خوب فهمیدید پیش از آن که ما این رو ترجمه کنیم. برای همین میگوید که و ادا کرده می شود سجده تلاوت با رکوع و سجده که در نماز هست، بغیر از، یعنی با یک رکوع و سجده علاوه و اضافه که در نماز هست، بغیر از رکوع یا سجده خود نماز. چون که نماز خودش رکوع سجده دارد، اما ما علاوه میکنیم، اضافه میکنیم در نماز یک رکوع یا یک سجده دیگری را برای آیت سجده که ما تلاوت میکنیم. اما کفایه میکند یجزئ عنها رکوع الصلاة ان نواها و سجودها و ان لم ینویها. اما کفایه میکند برای آیتی، برای پورا کردن حکمی خواندن آیت سجده، رکوع خود نماز، یعنی که رکوعی که بعد از خواندن فاتحه و سوره انسان می رود، همون رکوع کفایه میکند اگر انسان نیتی سجده تلاوت خود را در آن رکوع کند
یا اینکه سجده‌ای که بعد از همون رکعت، بعد از قرائت همون رکعت کرده می شود، حتی به نیتی سجده تلاوت پوره می کند حکم سجده کردن رو برای خواندن آیتی سجده. اذا لم، و شرطی که من برای شما گفتم در اینجا می آید اذا لم ينقطع فور التلاوة باکثر من آیتین، اگر نشکند، قطع نکند فوری، یعنی فوراً ادا کردن تلاوت رو یا سجده تلاوت رو با زیاده از 2 آیت. خب این کمک از جهت لفظهایش، کلمه هایش یا طوری نوشتش و ترجمه کردن البته کمک سخت فهم هست، اما اگر آسوده کرده با کلمه هایی که من میگویم اگر شما شنوید به حد آسان است. تنها این شرط آخران چی معنا دارد؟ این شرط آخران این معنا رو دارد که اگر 2 آیت یا در دیگر کتاب ها 3 آیت همی آید، اگر 2-3 آیت ها باشد، مثلا در مراقی و سعادت هست و غیره، اگر 2-3 آیت باشد، تنها 2-3 آیت باشد بعد از آیتی سجده، اگر 2-3 آیت باشد، انسان میتواند که سجده یا رکوع اضافگی نکند، بلکه نیتی پورا کردنی خواندن سجده تلاوت رو در رکوع یا در سجدهش کند. در رکوع سجده که از خود نماز هست، اضافه نیست. اما اگر از 2 آیت زیاد شود، 3 یا زیادتر آیت شود، یا 4 یا زیادتر آیت شود، یعنی که گویم تخمینا 3-4 آیت و زیادتر باشد، بهتر است که انسان فوراً بعد از خود آیت تلاوت سجده کند، الله اکبر به رکوع، یا اینکه مثلا رکوع کند، چون که سجده بهتر است. از رکوع سجده برای ادا کردن سجده تلاوت سجده بهتر است. پس ما سجده رو میگیریم، فوراً بعد از آیت سجده الله اکبر گفته به رکوع سجده کنند و بعداً دوباره به حالت قیام برگردد، 2-3 آیت یا 3-4 آیت باقی مانده اش رو تمام کند از همون سوره و بعدا نمازش رو به طور عادی ادامه دهد. الله اکبر به رکوع و غیره. خب امیدوارم که این رو فهمیدید. چون که در اینجا برای چی این اختلاف هست یا برای چی این گونه 2 نوع هست یا دو خیلی 2 طرزی ادا کردن این حکم هست، برای اون که این رو تصور کنید، این یعنی عقلاً فهمیده می شود. این رو تصور کنید که اگر آیتی مثلا اگر آیتی تلاوت در آخر باشد، خب آیتی سجده یا آیتی تلاوت میگویم همون یک چیز هست. اگر آیتی سجده یا در آخر سوره باشد یا در مابین سوره باشد، اما شخص خواهد که تا آخری همان آیت خواند، یعنی همان آیتی سجده آخران آیتش شود، چون که شرط نیست که هر یک سوره باید به پورگی خوانده شود. بعضی سوره ها میدونه که 2-3 جز هست، مثلا سوره البقره، بعضی سوره ها خیلی دراز هست، برای همین هر وقت شرط نیست که پوره سوره باید خوانده شود برای قرائت نماز. پس اگر کسی خواهد که یک سوره رو خواند که مثلا آیتی تلاوت در آخرش باشد، مثلا سوره العلق، یا اینکه آیتی سجده آخران آیتی باشد که بخواهد تا همون جا بخواند، پس فکر کنید، این رو تصور کنید، همین خودتون تصور کنید که اگر این آیت در آخر بیاید، اگر ما بگوییم برایش که تو باید یک سجده اضافگی ادا کنی، چی میکند؟ الله اکبر میگوید و یک سجده اضافگی میکند، دوباره میخیزد، بعد دوباره به رکوع میرود، بعد دوباره به سجده میرود. این کم ترک نادرست معلوم میشود، گرچه که درست هست، باز هم درست هست، اما این کمک خلل میرساند به حرکت های نماز، چون که بین سجده تلاوت و رکوع خود نماز فاصله بد نمیشود. بعد انسان همین خیل سجده تلاوت رو میکند و دوباره میخیزد و دوباره بعد رکوع میکند. این یک کمی گویم که به همون حرکت های نماز خلل میرساند، یا کمتر اگر در جماعت باشد مردم رو شاید سرگم زند. برای همین است که اگر آیتی تلاوت در آخر بیاید، بهتر است که نیتی پورا کردن سجده تلاوت یا در رکوع یا در خود همون سجده که می آید بعد از رکوع خود، یعنی سجده خود نماز ادا کرده شود یا نیت کرده شود. و اگر آیتی سجده در مابین سوره بیاید
یا در آخر بیاید اما بعد از آن آیت 3-4 آیت دیگر باشد، 5 آیت دیگر باشد، پس بهتر است که فوراً بعد از همان آیت سجده کند، دوباره خیزد، 3-4 آیت باقی مانده رو قرائت کند و بعداً به رکوع و به سجده خود رود. ولو سمع من امام فلم یأکنون. از اینجا احکام جماعت، یعنی و این چنین احکامی ادا کردن سجده تلاوت در جماعت می آید. جماعت و سجده تلاوت. خب این را متوجه شوید، به فکرم تا آخر همین خیلی هست. میگوید که ولو سمع من امام فلم یأتم به او ائتم فی رکعت اخرى سجد خارج الصلاة فی الاظهر. اگر آیتی سجده رو شنود از امامش یا از امامه، اما از پس آن امام اقتدا نکند، مقتدی آن امام نباشد، یا اینکه مقتدیش باشد اما در یک رکعت دیگره. خب یعنی که در همان رکعتی که خوانده بود آیتی سجده رو، در آن رکعت با او مقتدی نبود، مسبوق بود مثلا. سجد خارج الصلاة، باید بیرون از نمازی جماعتش سجده کند، چونکه یا اینکه از امامی شنید اما مقتدیش نبود، پس در نماز نیست که در نماز سجده کند، در بیرون از نماز البته که سجده میکند، یا اینکه مقتدی آن امام هست اما با امام یا در وقت قرائت کردن آن امام آن آیت سجده از پس وی اقتدا نمیکرد، مسبوق بود، در حالت طهارت کردن بود مثلا، به حد آسان. درست؟ اکنون میگوید این شد دو صحنه و یک نتیجه با هر دویشون. اکنون دیگر مسئله، و این ائتم قبل سجود امامه لها سجد معه. اما اگر مقتدی شود، ائتم یعنی از پسش نماز کند، مأموم شود. بله، اگر مقتدی شود پیش سجده کردن آن امام برای آن، یعنی که برای سجده تلاوت با او سجده میکند، یعنی که این یک حالت دیگر هست. این حالتی هست که آیت را امام قرائت میکند، آیتی سجده را یا سوره که در آن آیت سجده هست امام قرائت میکند و مقتدی بیرون از نماز بود، مثلا فکر کنید مسبوق است، در حالت طهارت کردن هست، یا در حالتی دویدن اما راه گشتن به طرف مسجد هست، بیرون از مسجد هست مثلا، و از با بلندگویک و غیره میشنود آیت رو. اما پیش از اون که امام برای همان آیتش سجده کند، مثلا 2 آیت دیگر باقی است، امام اول هر دویش رو میخواند و بعدا میخواهد که نیتی سجده خود رو در رکوعش یا در سجدهش کند. اگر این گونه شود، یا اینکه باز هم در حالتی قرائت کردن باشد، چون که بعضی آیت های سجده همان کلمه سجده یا بخشی سجدهش در مابین می آید، اما پس از آن چندین کلمه ها و جمله های دیگر هم هست، آیت باز هم دوام دارد و امام در حالتی قرائت کردنی همان آیت هست که این مقتدی چی میکند؟ فوراً پس از امامش در نماز داخل می شود. یعنی آیت رو نمیشنود با امام، یا آیت رو میشنود اما در حالتی قرائت کردن آیت با امام نیست، اما پیش از اون که امام برای آن آیت سجده کند با امام داخل می شود در جماعت. در این حالت با امام سجده می کند. درست؟ این هم به حد واضح و روشن است. و این اقتدى به بعد سجودها فی رکعتها صار مدرکا لها حکما. میگوید حتی اگر مقتدی اقتدا کند با امامش یا از پس امامش بعد از سجده کردن امام برای همان آیت در همان رکعه، باز هم این مقتدی این گونه حساب می شود که گویا دریافت کننده آن هست، یعنی دریافت کننده سجده تلاوت هست از جهت حکمی، از جهت حقیقی نه بلکه از جهت حکمی، چون که با امام در یک رکعت یک جایه شد، حتی اگر سجدهش رو دریافت نکرد اما بازم از جهت حکمی دریافت کننده حساب می شود. پس فلا یسجدها اصلا، پس اصلا برایش سجده کردن آن آیتی تلاوت یعنی جدا و بیرون از نماز لازم نیست، چون که همچون دریافت کننده حساب می شود گرچه که حقیقتا دریافت نکرد، چون که دریافت کننده یک
یک قسمتی رکعت دریافت کننده خودی رکعت و تمام آن چیزهایی که در همان رکعت به وقوع آمد حساب می شود. این شد یک دو سه مسئله دایر به سجده تلاوت و جماعت. دوام می دهیم. ولم تقضى الصلاتیه خارجها. میگوید که صلاتیه کلمه عجایب، کلمه نو در اینجا. صلاتیه یک کلمه آسان هست برای اشاره کردن به آیتی سجده تلاوتی که در نماز خونده می شود. پس با جایی که یک جمله رو یک عباره رو در اینجا بیارد برای اشاره کردن به این گونه آیت ها، نمیگوید که آیت السجدتی یا آیت التلاوتی فی الصلاة یا اینکه التي قرئت فی الصلاة مثلا، این گونه پورا جمله رو برایش نمیارد، همین خیلی صلاتیه میگوید. صلاتیه گویا که یعنی ترجمه لغویش نمازی می شود. نمازی یعنی آیتی تلاوتی نمازی یا در نماز خوانده شده. و آیتی تلاوتی که در نماز قرائت کرده می شود قضا کرده نمی شود بیرون از نماز. هر آیتی سجده‌ای که در درون نماز امام قرائت می کند باید در درون نماز سجدهش پورا کرده شود، بیرون از نماز کرده نمی شود. این است اصل، این است یک حکم اساسی. بر اساس این دیگر احکام بیرون می شود. می گوید ولو تولی خارج الصلاة فسجد ثم اعاد فيها سجده اخرى. اگر کسی مثلا یا از سبب ترس یا از سبب فکر کند که من نمیتوانم، این فیصله رو کند که من بیرون از نمازم همون آیت رو میخونم، برایش سجده میکنم و بعدا دوباره در نمازم میخونم. اگر فکر کند که دوباره در نمازش خواندن بر او سجده رو دوباره واجب نمیسازد، غلط فهمی دارد. پس در اینجا میگوید که کسی که و اگر قرائت کرده شود یا تلاوت کرده شود بیرون از نماز، یعنی اگر کسی بیرون از نماز همون آیتی سجده رو که میخواهد در درون نماز تلاوت کند، اگر همون رو تلاوت کند و برایش سجده کند، خوب درست شد. اما دوباره اعاده کند، دوباره تکرار کند همون آیت رو در نماز، سجده اخرى باید که یک سجده دیگر رو برایش ادا کند. یعنی این گونه فکر نکند که چون که بیرون از نماز آیت را خواند و سجدهش رو کرد، تمام در درون نماز اگر دوباره تکرار کند برایش لازم نیست. نه، بلکه لازم می شود. این همچون تبدیل مجلس حساب می شود. یعنی مجلس دخل شد، تبدیل شد. و این لم یسجد اولا، اما اگر یکم باره که بیرون از نماز آیتی سجده رو تلاوت می کند اگر برایش سجده نکند، کفته واحدة فی ظاهر روایتی، و بعدا دوباره در درون نماز اگر چی کند؟ اعاده کند یا تکرار کند، برایش یک سجده که ادا می کند کفایه می کند. که من کررها فی مجلسین یا مجلس واحد، در یک نسخه دیگر می آید لا مجلسین، و مانند کسی که تکرار می کند آیتی رو در یک مجلس، نه در دو مجلس. در یک مجلس یعنی در یک نشست، و این طبق فهمیش ما نیست که در یک نشست یعنی باید در یک جای نشست باشد. این هم یعنی این رو هم در بر میگیرد، اما این رو ما باید از جهتی شرعی نظر کنیم که امام شرومبولانی بعدا میفهماند که نشستی یک و نشستی دو، بخشش نشستی یگانه و دوتا و زیادتر نشست ها، چقدر ما بین آنها فرق میکنیم و چگونه آنها فرق میکنند، چگونه یعنی ما یک نشست رو جدا حساب میکنیم یا یک حساب میکنیم. پس در اینجا در این صحیفه بعدی درباره نشست، در تمام این قسمت درباره نشست برای ما میفهماند، درباره مجلس یک مجلس و مجلس های مختلف میفهماند در تمام این بخش. خوب گوش کنید و بعد از این یک چند احکام دیگر می آید و تمام انشاءالله تا همینجا این رو هم کوشش میکنیم ادا کنیم، چون که این رو هم پورا کنیم، چون که یک دو سه جمله هست انشاءالله در یک 10-15 دقیقه دیگر. خوب میگوید و یتبدل المجلس، مجلس کی تبدیل شده حساب می شود؟ مجلس یعنی نشست انسان. میگوید که نشست انسان تبدیل می شود بالانتقال منه ولو مسدیان، با انتقال یعنی با چی کردن؟
با تغییر یافتن یا با برآمدن از آن، تغییر دادن آن، جنبیدن، حرکت کردن از آن. ولو مسدیاً، حتی اگر با تسدیه باشد. مسدیاً یا تسدیه این یک حرکت کردن مخصوص رو گفته می شود که این در مورد ریشه بندی هست. برای ریشه بندی یا برای تشکیل ریسمان ها به طور عمودی پیش از مثلا دوختن یا پیش از آماده کردن قالین ها و غیره یا متریال ها، بعضی وقت شخصی که همون اسبابش رو آماده می سازد از یک طرف به دیگر طرف گذشتن می گیرد. پس می گوید که وقتی که انسان از یک طرف به دیگر طرف که تبدیل می کند حالتش رو، این یک مجلسی دیگر حساب می شود. و می گوید یعنی این رو اگر نفهمید باکی نیست، چون که این خیلی یک حرکتی مخصوص رو همچون مثال آورده است که شاید در زمان آنها یا در زمان امام شرنبولالی این خیلی یک مسئله عادی بود، اما با ما اونقدر عادی معلوم نمی شود، چون که طرزی یعنی آماده کردن قالین و فابریکا و متریال به همه معلوم نیست، مخصوصا اگر با طوری قدیمی باشد. به هر حال و بالانتقال من غصن الى غصن، و با انتقال یعنی باز هم با حرکت کردن از یک شاخ به دیگر شاخ، اگر شاخی درخت مثلا باشد از یک شاخه به دیگر شاخه. و عوم فی نهر او حوض کبیر، و با شناوری یا در آمدن در نهر یا در یک حوض کلان فی الاصح. این بعضی مثال ها در اینجا پیش میکنند برای تبدیل شدن مجلس، یعنی که وقتی انسان مکانش رو تبدیل میکند یا از یک شاخه به دیگر شاخه اگر در بالای درخت باشد، یا اینکه از درون نهر به بیرون بیاید یا از بیرون به درون نهر درآید، این اختلاف مجلس گفته می شود. اکنون چه چیزها مجلس رو تبدیل نمی کند؟ می گوید که ولا یتبدل. و این رو فراموش نکنید که انتقال شدن یا حرکت کردن از یک جا به دیگر جا، این رو عموما علما می گویند که از 3 قدم و زیادتر باشد این گونه حساب می کنند که برای آسان شدن. خب برای آسان کردن فهمیدن این مسئله بعضی علما 3 قدم رو همچون حد مقرر می کنند، اما این در مکانی هست که به حدود باشد، در درون حجره نباشد، در یک مکانی گشاد و باز باشد. اما اگر در درون خانه یا حجره یا مسجد باشد حکم دیگر هست. میگوید که مجلس تبدیل نمی شود بزوای البیت والمسجد ولو کبیرا. مجلس تبدیل نمی شود با گذشتن یا حرکت کردن با یک گوشه دیگر خانه، کنج دیگر خانه یا مسجد، حتی اگر کلان هم باشد. ولا بسیری سفینه، و نه با حرکت کردن کشتیه، و نه با رکعت. خب اینجا ولا رکعت و رکعتین، این رو من باید برای شما با ترجمه این رو فهمیده نمی شود، باید این رو من برای شما شرح دهم. خب متوجه شوید. یا با خواندن در یک رکعت تبدیل نمی شود، یعنی که اگر یک آیتی اینجا باید شما نویسید ولا بقراءه، مثلا ولا بقراءه الآیه برکعت یا فی رکعت، یا به توجیه مثلا نویسید در اینجا شرح دهید در حاشیه‌اش که خواندن یک یا 2 آیتی مختلفه سجده در یک رکعت مجلس رو تبدیل نمی کند، یعنی که یک سجده برایشون کردن کفایه می کند، اگر یک آیت باشد البته. خب در یک رکعت اگر خونده شود. اما اگر و این چنین طبق قولی که در اینجا امام شرنبولالی انتخاب کرده است حتی در 2 رکعت هم باشد، یعنی که میگوید که حتی اگر در 2 رکعت آیت خونده شود یک مجلس حساب می شود. یک آیت اگر در 2 رکعت، این آیت در 2 رکعت اگر خونده شود یک مجلس حساب می شود، یعنی که میگوید که یک سجده برای آنها کردن کفایه است. این است با قول امام ابو یوسف و همین قول رو امام شرنبولالی پذیرفته است. اما امام محمد دیگر قول دارد، میگوید که نه، اگر در 2 رکعت خوانده شود حتی یک آیت هم باشد باید که 2 سجده جدا برایش ادا کرده شود. و شربتین، و با نوشیدن یک
یک قلط آب مثلا و اکل لقمتین یا با خوردن دو لقمه خوراک مجلس تبدیل نمی شود. یعنی که تمام اینها چی معنا دارد؟ در یک جا اگر شخصی نشسته باشد و آب نوشد و قرائت کند، آب نوشد قرائت کند، مجلس تبدیل نمی شود. یا کمی خوراک خورد، یک آیت کمی خوراک خورد، باز همون آیت تکرار شود، مجلس تبدیل نمی شود. خب و تمام اینها در مورد یک آیت می باشد، چون که همین که دو آیت مختلفه اگر قرائت کرده شود باید برای هر دوی آنها سجده جدا باید ادا کرده شود. فهمیدید؟ این را خوب به نظر بگیرید، چون که باز خیال نکنید که یک آیت، چندین آیت اگر در یک مجلس خوانده شود برای همشون یک سجده کفایه میکند. کفایه نمیکند، چون که آیت ها مختلف شد. و اینچنین میگوید و مشی خطوتینی و راه گشتنی، پیاده روی دو خطوه یعنی دو قدم، ولا بی اتکا، برای همین گفته بودم که 3 قدم و زیادتر بعضی علما این را حد میدهند. ولا بی اتکا، و نه با تکیه کردن، از حالتی تکیه نکردن به تکیه کردن یا تکیه کردن به پشت خود را دوباره یعنی راست کردن، این تبدیلی مجلس حساب نمیشه. نشستن و خیستن، قعود، قیام، رکوع و نزول. رکوع یعنی سوار شدن، نزول پایان شدن یا نازل شدن. فی محلی تلاوتی، در جایی، در همون مکان تلاوتش. البته اگر در یک جا چی بود سوار بود، در یک جای دیگر اگر پایان شد و در هر دوی این جای یکم و دویم اگر یک آیت را 2 بار اگر خواند، این تبدیلی مجلس حساب میشه، چون که در یک جا سوار و نازل نشد، در یک جا سوار نشد و نفر آمد. تنها اگر در یک جا در یک مکان سوار شود و دوباره فراید، این اختلافی مجلس حساب نمی شود، یک مجلس حساب می شود. ولا بی سیر دبتی مصلیان، و در حالت نماز گزاری یا نماز خواندن با حرکت کردن سواریش یا همون جانورش یا گویم که حیوانش، مجلس تبدیل نمی شود. و یتکرر الوجوب على السامع بتبدیل مجلسه و قد اتحد مجلس التالي لا بعکسه. در اینجا یک مسئله نو رو ذکر میکند که واجب بودن تکرار کردن سجده بر گوش کننده یا بر شنونده با تبدیل شدن مجلسی خودش حساب می شود، حتی اگر مجلسی تلاوت کننده یک بماند. یعنی اگر کسی که قرآن میخواند یا تلاوت میکند در یک جا نشسته باشد، مجلسش تبدیل نشود، اما شنونده در یک جا شنود یک آیتش رو، در یک جای دیگر آیتش رو، یا همون آیت رو یک جای دیگر شنود، در یک جای دیگر در یک حالت دیگر شنود، ما تبدیل شدن مجلسی شنونده رو به نظر میگیریم، نه تلاوت کننده رو. برای همین میگه لا بعکسه، نه برعکس، طبق قول صحیح. خب این شد تبدیل مجلس. اکنون و کره ان یقرأ سورة و یدع، بعض مسئله ها یا بعض احکام متفرقه در آخر ذکر میکند. میگوید که مکروه است که شخص قرائت کند سورت را و خود آیت سجده را ترک کند قصداً، که برای آن که مثلا تنبل است که آیت سجده را ادا کند یا مثلا نخواهد یا و غیره. قصداً ترک کردن آیت سجده مثلا از مابین مکروه است، نه برعکسش. نه برعکسش چی معنا دارد؟ یعنی که اگر در نماز باشد، بیرون از نماز باشد، مخصوصا در نماز اگر خواهد که یک آیت رو یا 3 آیت رو مثلا چی کند؟ قرائت کند، و همون آیتی که انتخاب میکند، همون 2-3 آیتی که انتخاب میکند، در مابین آنها سجده آیتی سجده باشد، باکی ندارد. اگر قصداً خواهد که یک قسمتی رو، یک بخش سوره رو انتخاب کند که آیتی سجده داشته باشد. مثلا من برای شما توصیه میدهم که اقلا یک نماز خود را امروز، یا اگر نخواهید نماز فرضی، میتوانید در نماز نفلی خود یک چند آیت های سجده را انتخاب کنید و در نماز خود بخوانید، چندین تا رکعت های نفلی بخوانید، تا اینکه برای شما همچون درس شود. شما کمک تمرین کنید، مشق کنید، در نماز خود بخوانید، سجده کنید و برای خود یک بار تجربه کنید، و این در مغز سر بهتر هم میشیند. وقتی که
علم به عمل تبدیل می شود. و ندب ضم آیة او اکثر الیها، و البته مندوب هست که تنها خود آیت سجده تلاوت کرده نشود در نماز، حتی اگر در روز هم باشد، بلکه یک یا دو آیت دیگر برایش ضم کرده شود، برایش یا با او اضافه کرده شود. و میگوید و ندب اخفاؤها عن غیر متأهب لها. بله، چی مندوب هست؟ این مندوب هست که مخفی کرده شود آیت از کسی که برای او متوجه نیست یا از کسی که او را شاید ادا نکند. مثلا کسی هست که ما میدانیم که این شخص متاسفانه از اسلام دور است، یا اگر ما حتی بگوییم هم برایش نمیکند، یا شخصی که به حد در حالت وخیم یا در حالت بیماری یا در حالت مثلا به حد در حالت بد اگر قرار داشته باشد، همون لحظه نتواند و شاید فراموش کند، یعنی متوجه و آماده برایش نباشد، بهتر است که ما مخفی کنیم از او. مخفی کنیم یعنی آیت رو ترک نکردیم، بلکه همون بخش آیت رو با صدای پخش و خاموش خوندیم. مثلا بعضی وقت من هم همین خیلی میکنم، اگر بدانم که مثلا شاگردهایم یا خواهرانم که بله بالغ هستن، اما میدانید که اگر حتی کودکان بالغ هم که شوند، بعضی وقت اونقدر با عقل یا با یعنی با چی نیستن، همه وقت این گونه احکام رو خوب چی نمیکنن، پیروی نمیکنن، یعنی فراموش میکنن یا نمیکنن، متوجه نمیباشن. بعضی وقت من همون قسمت رو خاموش مثلا چی میکنم، تلاوت میکنم، تا اینکه خودم باید ادا کنم، اما شخصی که در پهلو هم هست یا که در همون حجره هست نشونید، پس برای او واجب نشد. و اگر البته خواندید و در همون اتاق در همون حجره کسی بود، یک بار آگاه سازید همون شخص رو که من حاضر همین آیت رو خواندم، سجده تلاوت باید بکنید. و ندب القیام ثم السجود له، و مندوب هست که شخص برایش ایستد، راستو خیزد و بعدا برایش سجده کند. گرچه که در حالت نشست هم سجده کردن و سجده رفتن این جایز هست. یعنی که اگر مثلا شما در حالت نشست باشید، قرآن خوانده باشید مثلا، و در حالت رویتون به طرف مثلا قبله باشد، در حالت پاکی باشید، عورت شما پوشیده باشد و غیره، همین خیلی می توانید از جای نشستتون به سجده روید، سجده تلاوت را ادا کنید. اما مندوب هست، بهتر هست، پسندیده است که انسان خیزد و بعدا به سجده رود. ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تالیها. خب در اینجا یک حکم نو رو واضح می سازد که شاید کمک شما رو یعنی در تعجب ماند، اما من این رو واضح میکنم. میگوید که شخصی شنونده، یعنی شخصی که آیت رو او قرائت نکرد، تلاوت نکرد، بلکه شنید، شخصی شنونده نباید سرش رو بلند کند از سجده پیش از شخصی تلاوت کننده. یعنی در اینجا این گونه نمیگوید که باید سجده تلاوت با جماعت ادا کرده شود، نه، بلکه برای این جماعت نیست. اما میگوید همچون یعنی حکمی مندوب ندبن، اگر شخصی یعنی دو شخص باشند در عین وقت، البته شخصی تلاوت کننده بخواند و شخصی شنونده شنود، بهتر است که اگر شخصی شنونده خیزد و ببیند که شخصی تلاوت کننده اما خیست برای سجده کردنش، اول کم ترک ایستد که شخصی تلاوت کننده تمام کند و بعد از او یا بعد از آغاز کردن وی، بعد این شخصی شنونده چی کند؟ سجده تلاوت خود را ادا کند، تا اینکه همان موقع یکم یا فرصت یکم داده شد برای کسی که آیت را خواند، تا اینکه او اول سجده خود را پوره کند و بعداً شنونده ها پوره کنند. اما اگر این گونه نکند و ببیند شنونده که شخصی قرائت کننده تا حال نشسته هست، شیشتگی هست، چون که به طور فوری واجب نیست، به طور تراخی واجب هست. اگر خواهد که اول قرائت قرآنی خود را تمام کند یا درس خود را مثلا تمام کند، یک ساعت بعد خواند، پس شخصی شنونده اگر خواهد میتواند که سجده خود را پیش از شخصی تلاوت کننده ادا کند. این باکی ندارد. این رو همچون یک نقطه ادبی یا مندوبی گویم که ذکر کرده است. ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف. و نباید شخصی تلاوت کننده امر کرده شود با تقدیم کردن. یعنی نباید ما بگوییم به شخصی تلاوت کننده که تو پیش درو
به مانند صفبندی یا به مانند جماعت، چون که برای این جماعت نیست. پس با شخصی قرائت کننده نمیگوییم که پیش درو همچون یعنی امام در پیش مردم یا در پیش جماعت یا صف ادا کن، و نه با شخصی شنونده ها گفته می شود که اصطفاف کنند، یعنی که صف بندی کنند. از کلمه صف، صفوف مثلا این می براید. فیسجدون کیف کانوا، پس می توانند سجده کنند چی طوری که در حالتی که هستند. و شرط لصحتها شرایط الصلاة الى تحریمته، و در آخر این در آخر آورده است که در اول می آورد بهتر می شد. شرط هست برای صحت سجده تلاوه تمام شرایطی که برای نماز شرط هست مگر تحریمه، یعنی که شرایط نماز چیست؟ پاک بودنی بدن، پاک بودنی مثلا لباس، مکان، البته ستر عورت، به طرف قبله روی آوردن، در حالتی البته حدث نبودن و غیره. البته تمام این شرایط های نماز برای سجده تلاوه نیز شرط هست. در حالتی مثلا انسان نمیتونه در حالتی خوراک خوردن یا در حالتی عورتش مکشوف بودن یا حجاب نداشتن یا طهارت نداشتن اینها را ادا کنند. تمام شرطهای نماز باید پوره شود مگر تحریمه. مگر تحریمه این معنا را دارد که مگر آن تکبیری که در اول نماز گفته می شود، چون که بعضی تحریمه را همچون شرطی نماز حساب میکنن نه اینکه رکن نماز. البته الله اکبر میگوید، اما الله اکبری تحریمه نیست، بلکه الله اکبری انتقال کردن از حالت قیام یا به حالت سجده رفتن هست. کیفیتش چگونه هست، یعنی چگونه باید ادا کرده شود، چگونه ما ادا میکنیم، چگونه میخونیم همین سجده تلاوت رو، چگونه باید پوره کنیم. میگوید ان یسجد سجده واحده بین تکبیراتین هما سنة، شخص تنها یک سجده برای هر یک آیت سجده یک سجده باید کرده شود در مابین دو تکبیره، در مابین دو الله اکبر که هر دوی الله اکبر سنت هست، به بالا کردن دستانش و به یگان خل تشهد و به یگان خل تسلیم. بعد از اون که تمام کرد السلام علیکم گفتنش شرط نیست، همین خل یا راستا میخیزد یا در حالت تشهد آغاز میکند الله اکبر، در مابین سبحان ربی الاعلی تسبیحاتش رو میگوید الله اکبر، تمام. خب در اینجا امام شرنبلایی ذکر نکرده است، اما در شرحش ذکر میکند که تسبیحات رو گفتن جایز است، یعنی تسبیحات رو میگوید در سجدهش و بعد از آن که الله اکبر گفت تمام می شود، میخیزد از جایش و با کارش دوام میدهد. سلام گفتن ضروری نیست. البته اگر انسان چندین تا سجده تلاوت داشته باشد میتواند پای در پای ادا کردن گیرد، مثلا الله اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی الله اکبر الله اکبر، همین خیل الله اکبر و الله اکبر گفته هر یک سجده رو پای هم میتواند که پوره کند. خب انشالله در همین جا متاسفانه وقفه میکنیم، چون که 3 دقیقه مانده است به 1 ساعت شدن درس. نمیخواهم که درس از 1 ساعت زیاد شود. عموما کوشش میکنم که در 40 دقیقه تمام کنم، اما چون که سالمون به آخر میرسد درس ها هم شاید کمک به 1 ساعت رسیدنشون ضروری باشد. از درس آینده که انشالله یا فردا هست یا پس از فردا از اینجا فصلون ادامه میدیم از سجده شکر که به حد خرد هست و بعدا باب الجمعه کوشش میکنیم این دو تا رو پورا کنیم اگر امکانیت باشد. سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.